آقا میره حج برمیگرده ثواب جمع بکنه. ثواب یک بعد قضیه است. خداوند در حج نگفته که بیا ثواب جمع کن، جای خودش گفته بیا در حج شاهد منافع امت اسلام باش. لیشهدوا منافع لهم. ما از مسلمان ها دعوت میکنیم که بیان به زیارت خانه خدا و طواف بکنن و در مکه معظمه اونجا شاهد و گواه و ناظر بر منافع مسلمین باشن. این کلمه منافع چند تا منافع در بر میگیره. یک، منافع دینی، منافع علمی، منافع سیاسی، منافع اقتصادی، منافع اجتماعی، منافع فرهنگی، منافع اخلاقی. این نیست که ما بریم طواف بکنیم بعدم بر بگردیم فلانی حاجی شد. این فرهنگ حج نیست. فرهنگ قرآن روحانی قرآن نیست. اگر تو امروز عمل به خواسته های قرآن نکنید، عمل به فرامین قرآن و برنامه های قرآن نکنید، فردا همین تلفظ قرآن هم ازش محروم خواهید شد. باور بکنید که اگر هدف پیاده کردن قرآن نباشه، یک روزی میرسه که نمیتونیم همین حروفش هم تلفظ بکنیم. چرا جوامع اسلامی از بین میره؟ اگر جهاد که یکی از فرامین قرآنه و در قرآن سوره هایی داریم، سوره انفال همه صحبت از جهاده. جهاده که اسلام نگه میداره امر به معروف و نهی از منکر. دو تا از برنامه های عظیم اسلامی است و پایه های عظیم اسلامی است که به دولت اسلام بقا میده، عزت میده، توان میده. در جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر نباشه، دو تا پایه اساسی قرآن اونجا مختله. پس جامعه قرآنی نمیتونه وجود داشته باشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. ممکن نیست که تو ایمان به خدا داشته باشی و ایمان داشته باشی و ایمان و اسلام برای تو بمونه و ارزش های دینی برای تو بمونه در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر نباشه در جامعه. جامعه‌ای که از امر به معروف و نهی از منکر بدشون میاد، این جامعه نمیتونه قرآنی باشه. پس برادرای بزرگوار و خواهرای بزرگوار و محترم، یکی از فرهنگ اسلام و قرآن جهاده. از زمانی که جهاد از فرهنگ اسلام و مسلمان ها، از فرهنگ مسلمان ها برداشته شد، دشمن درشون طمع کرده، آمده در قلب عالم اسلامی قدرتشو به نمایش میگذاره. دشمن هم میخواد که ما به لفظ قرآن بچسبیم، نمیخواد که به مغز قرآن پی ببریم. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا بعد از خود آمریکا دولت قطره. تعجب میکنیم، دولت قطر اسلامی از کی به خودش اجازه داده که بیاد تو قطر بزرگترین پایگاه نظامیشو در دنیا بزنه؟ مگر قطر یک دولت اسلامی نیست؟ از کی اسرائیل به خودش اجازه داده که بیاد اینجا 50 سال اینطوری مثل خفاش خون آشامی خون مسلمان ها رو بمکه و توهین هم بکنه؟ و از اون طرف هم الان اخبار میگفت که قرار 800 میلیون دلار پرداخت بکنه آمریکا دوباره مجددا بلاعوض برای اسرائیل، و سالانه 3 میلیارد دلار آمریکا پرداخت میکنه برای اسرائیل. از زمانی که مسلمان ها فقط روخونه قرآن میکنن. باور بکنید، از زمانی که مسلمان ها روخونه قرآن میکنن و عمل به قرآن رو سست و ضعیف و بیرنگ کردن، اینطوری چه؟ به خودشون اجازه میدن که بیان تو ممالک اسلامی
اینطوری خودشون صاحب خانه معرفی بکنن و صاحب خانه اصلی رو بیگانه و بخوان چه اونها رو آواره بکنن و بیرون بندازن. جامعه ما سر بلند نمی کنه مگر با همون چیزی که اول این امت اونها رو سر بلند کرد، یک عودت، یک بازگشت، یک رجوع صادقانه و خالصانه و خدایی به احکام خدا و دستورات خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم. باور بکنید که حتی جامعه اسلامی با کثرت علما هم پیشرفت نمیکنه. یه وقتی کسی فکر نکنه جامعه اسلامی با یک عالم ربانی و حقانی، یک عالمی که چه واقعا در جامعه مردم هست و در متن جامعه هست و چیزهایی که میگه خودش هم عمل میکنه. حالا من باشم اگر چیزی میگم اینجا اول باید خودم عمل بکنم تا این حرفام چه اثر داشته باشه، یا هر کدوم از برادرای بزرگوار من باشه. پس به کثرت نسخه های قرآن که تو هر خونه 10 تا نسخه قرآن باشه، یک تلویزیون هست، یک ویدیو هست تو خونه ها، اما 20 تا قرآن هست تو تاقچه. همون یک تلویزیون و یک ویدیو اون 20 تا رو خنثی کرد. 10 تا 20 تا قرآن تو تاقچه، تو نمیدونم یک پوشش مخصوص گذاشتن تو تاقچه، 20 تا قرآن، ولی یک تلویزیون بیشتر تو خونه است با یه ویدیو. نگاه کدوم یکی موفقه، کدوم یکی داره کار میکنه. سر قرآن نمیریم، اگر بریم آخر شب فقط قرآن رو بگیریم به عنوان تبرک. مثل که وقتی اذان میگه بعضی پیرمردا وقتی میگه اشهد ان محمد رسول الله، از اون طرف هم ریشش دو تیغه کرده. تو میدونی اشهد ان محمد رسول الله یعنی چی؟ ریش و سیبیل دو تیغه کرده، از اون طرف هم معنی نداره. صحبت ریش من نمی کنم، کسی به حیث و بیس نیفته، کسی به این طرف اون طرفش نگاه نکنه. من نیامدم کسی رو شرمنده بکنم، ولی باید ما مسلمانا همه دست به دست هم بدیم، دشمن رو شرمنده بکنیم، دشمن رو ذلیل بکنیم. دیشب در ارمک بندرلنگه مراسم بود، یه دوستی نشسته بود، صحبت از این شد که شب زمستانی شب طولانیه، شب یلدا در شبهای زمستانیه و روز زمستان داره کوتاه میشه. بعد عزیزی کنار من نشسته بود گفت عمر مسلمانا کوتاهه، عمر مسلمانا کوتاهه. عمر کوتاهه؟ کی گفت عمر کوتاهه؟ بگو برکت عمر رو کوتاه کرده، بی برکتی در عمر ما رو کوتاه کرده، وگرنه عمر 40 سال خیلی عمره. بعد خوشبختانه در همون جلسه یک بچه 14 ساله بود، یک نوجوان 14 ساله که تو شعبه حفظ بندر کنگ اونجا 26 جز قرآن حفظ کرده بود. پیرمردان تو جلسه بودن. بعد اون بچه بلند شد، گفتم چند سالته؟ گفتم چون بلند شو عزیزم بیا اینجا. گفتم چند سالته؟ گفت 14 سال. گفتم چند جز قرآن حفظی؟ گفت 26 جز. 14 سال 26 جز. ما میگیم عمر کوتاهه. کجا عمر کوتاهه؟ برکت از عمر رفته، ما سلب برکت شدیم. بعد گفتم که یه نفر دیگه بلند بکنید. یکی از دوستان دوباره اشاره کرد به طرف این بچهای کوچک. گفتم چرا بچهای کوچک رو میخوای بلند بکنه؟ خب یکی بلند شده 26 جز قرآن حفظه، 14 سالشه. گفتم یکی دیگه بلند بکنید. منظور رو نفهمیدن. میدونی منظورم چه بود؟ گفتم یکی از پیرمردا رو بلند کنید. حالا یه 14 ساله بلند کردین، 14 سال از خدا عمر گرفته، چند ساله بالغ شده. حالا من میگم از 7 سالگی قرآن شروع کرده، از 7 سالگی شروع کرد، اصلا از 10 سالگی شروع بکنه. 14 سال 26 جز از بر کرده.
گفتم یه پیرمردی بلند بکنید. فکر میکردن که من قصدن دارم میگم که یالا بلندش بکنی یکی. گفتم یه 70 ساله بلند بکنید. بعد گفتم نه بابا نمیخوام نگاه پیرمردان نکنید، نمیخوام که پدر 70 ساله رو تو جلسه شرمنده بکنم. بعد گفتم بدونی که پیرمردی رو بلند بکنی که 70 ساله. گفتم 70 سال بیشتر عمر یا 14 سال؟ گفتن 70 سال. گفتم خب پدر 70 ساله لطف بکنه بگه چند جز قرآن حفظه. اگه خیلی زرنگی بکنه تا علم تر کیفه که همیشه تو نماز تراویح میخوندن، تا علم تر کیفه بالاتر نمیرن. اگه خیلی زرنگی بکنه 70 سال ربع جز، 14 سال 26 جز. اگر این پدر 70 ساله که 70 سال خدا بهش عمر داد آمده ربع جز قرآن حفظ کرده، چند سال از خداوند عمر میخواد که 26 جز حفظ بکنه؟ حتما میگه 500 سال. درسته؟ پس حتما میگه 500 سال خدا به این بده شاید بتونه 26 جز حفظ بکنه. باور بکنی اگه 1000 سال هم بهش بدن. سن و سال مطرح نیست، فقیر و تاجری مطرح نیست، سفید و سیاه بودن مطرح نیست. سفید بودن اصلا کمال نیست، تاجر بودن کمال نیست، رئیس و مسئول بودن کمال نیست. این که فلانی رئیس دولت فلانجاست، اینا هیچ کدوم کمال نیستن. مال و ثروت و فلان بازار و فلان بیلدینگ و اینا هیچ کدوم کمال نیستن. کمال همینه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. تقوا کماله و متقی کامله. هدی للمتقین همین کتابه. هر کسی هدایت شد و خدا بهش توفیق هدایت داد، توفیق به کمال رسیدن نصیب شده. و هر کسی سلب توفیق شد، اگر هر چند کامل باشه از نظر مادی و دید ظاهر مردم و دید مادی نه دید معنوی، باور بکنی کامل نیست. میدونی کجا میفهمه کامل نیست؟ وقت روحش به حلقومش میرسه میدونه که کامل نیست. فرعون کسی بود که سلطنت روی زمین رو داشت و فرمانروایی روی زمین رو داشت، فکر میکرد که کامله. شیطان گولش داد، گفت یک مقامی از مقام تو بالاتر هست اگر میخوای کامل بشی. گفت بگو من خدام. والعیاذ بالله. این مسکینم گفت انا ربکم الاعلی، من خدای برتر شما هستم. تا همینو گفت به زمین خورد. وقتی 2 تا پارچ آب رودخانه نیل خورد، همین خدای دروغین، اون وقت فهمید که خدای موسی کامله و خدای هارون کامله و موسی و هارون کاملن. گفت آمنتو. همون فرعون وقتی 2 جرعه آب خورد در رودخانه نیل، همون که کسی میگفت من با سلطنتم کاملم، کاملترین منم، وقتی 2 جرعه آب خورد گفت که نه، کامل اونی که در آسمانه و کامل موسی و هارونه. حالا منو ببخش. گفت دیگه نه، اینجا دیگه جاش نیست، دیر شده. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. لباس تو به رخ کسی نکش، مال تو به رخ کسی نکش. یکی از علما از یه سرمایه‌داری سوال کرد که اگر تشنه شدی برای اینکه یه لیوان آب به دست بیاری چقدر حاضری از مالت بدی؟ میخوای بمیری تشنته، آتش. گفت حاضرم نصف مالم بدن، یه لیوان آب خنک به من بدن تا خودم از مرگ نجات بدم، تشنگی رو برطرف بکنم. بعد عالمه بهش گفت لیوان آب خوردی نصف مالت دادی،